سفیر یه سوت خیلی کوچیکه که تو بعضی از نمایش‌های عروسکی سنتی مثل خیمه شب‌بازی جیجی ویجی استفاده میشه. اون صدای ظریف و نازک و ریزی که شما از عروسک‌ها میشنوین صدایی که با سفیر ایجاد میشه. بله بابا. آقا ایشون قاش کوفت در واقع سفیر تشکیل شده از 2 لایه برنجی که بینش یه روبانی قرار میگیره و ارتعاش این روبانه که باعث میشه صدا تغییر کنه. من ندا وفایی هستم و قراره توی این ویدیو به شما یاد بدم که چطوری سفیر درست کنید. ما احتیاج داریم به یک ورق برنجی. البته از این برنج ما 2 سانت در 1 سانت و نیم احتیاج داریم. این ورق برنجی 3/10 میل فنری هست. این را من که از بازار تهیه کردم یه ورق 30x30 بود که دادم برام اندازه 2 سانتی برش زدن. بعضی جاها امکان داره دیده باشین که بعضی از سفیرها پلاستیکی هن. شما هم میتونین به جای برنج سفیرتون رو با پلاستیک بسازین. اما من توصیه نمی کنم چون سفیرهای پلاستیکی زود صداشون تغییر میکنه و عمرشون کوتاهه. ما احتیاج داریم به یک روبان پارچه‌ای با عرض نیم سانتیمتر که 11 سانتیمتر از این روبان داشته باشیم کافیه. فقط بعد از اینکه روبان رو بریدین حتما سر و تهش رو بسوزونین که اینجوری نخکش نشه 2 تا سرش و این روبان رو بندازید توی آب و بذارین یک شبانه روز بمونه. بعد بذارین خوش بشه تا آهار و سفتی روبان از بین بره و یه 3-4 ساعت قبل از اینکه خواستین کار ساختتون رو شروع کنین باز روبان رو بذارین توی آب مثل من که الان اینجا گذاشتم و موقعی که میخوایم سفیر رو بپیچیم و آمادش کنیم این توی آب باشه بهتره. من خودم وقتی خیسه راحت تر میتونم این سفیرم رو آماده بکنم. نمد احتیاج داریم، رنگش که به انتخاب خودتونه و خیلی مقدار کمی میخوایم. 2 تا رنگ نخ میخوایم، باز رنگش به انتخاب خودتونه. سنباده میخوایم یه تیکه کوچیک. این سنباده که من الان استفاده میکنم سنباده پارچه‌ای 220 اما اگه کاغذیش هم بود مشکلی نیست، من با این راحت ترم. خطکش میخوایم. خطکشی که من استفاده میکنم گونیاه ولی هر خطکش معمولی میشه استفاده کرد. 2 تا قیچی من اینجا دارم که با یه قیچی برنج رو میبرم و با یه قیچی هم که پارچه و این نمد و روبان و برشای دیگه رو میزنم. انبر دست میخوایم و یک ماژیک که بتونیم رو برنجمون خط بکشیم. بریم ساختو شروع کنیم. خب اول از همه میایم اون 2 سانت 1 سانت و نیمی که گفته بودم جدا میکنیم. این از این برکه 2 سانته. لطفا سفیر رو از این کوچیک‌تر نسازین به خاطر اینکه قراره بذارین توی دهان و خطرناکه، ضمن اینکه اون بلندی صدایی که ما میخوایم نمیده. از اینم بزرگتر بسازین تو دهان جا نمیشه. اگرم خواستین احیانا کوچیک‌تر کار کنین فقط از این 2 سانتیمتر 1 میل 2 میل کم کنید، بیشتر نه. بعد اینا رو هم بیاد. خب حالا دقت کنید این گوشه ها خیلی تیزن و چون ما قراره اینو توی دهان بذاریم خطرناکه، این آسیب میزنه. به خاطر همین بعد اینو سنباده بزنید تا لبه هاش نرم بشه و هی چکش بکنید. خب این 2 تا صفحه برنجی من الان آمادن، لبه هاشون دیگه تیز نیست. کاری که باید بکنیم اینه که ما باید اینو خم بکنیم. از شست دستمون کمک میگیریم، این تیکر میذاریم این قسمت از این برآمدگی کمک میگیریم و این رو این مقداری خم میکنیم. این رو هم به همین شکل. دقت کنید هرچی این حفره بیشتر باشه صدای سفیر شما بمتره و هرچی بسته تر باشه صدا زیرتره. الان این قسمت ببینید حفرهش بیشتر و بزرگتره ولی این قسمت کمتره. ما باید این رو اصلاح بکنیم دیگه، از انبر دست کمک میگیریم. الان به نظر من این حفره کافیه.
حالا چون میخوایم توی دهان بذاریم و تست بکنیم و روبان رو بپیچیم، بهتر اینجا رو من تمیز کنم و این دوتا صفحه رو بشورم و بعد کار رو ادامه بدیم. شروع میکنیم پیچیدن روبانمون. من یه لایر رو برمیدارم. این روی روبان هست، این رو میذارم. ببینید این پشت صفحه برنجیمونه، قسمت گودیش رو میبینید. با انگشتم نگه میدارم. خب خیلی مهمه که روبان کشیده باشه و دستمون در نره، پس با انگشتمون حسابی باید روبان رو نگه داریم. میذارم اینجا، با این انگشتم نگه میدارم. صفحه دوم رو میارم رو و بعد میپیچم. اضافه روبان رو هم بریزم. حالا میایم توی دهان و تستش میکنیم، هم از این طرف هم از این طرف. خب این سمتش روبان تکون نخوره. خب الان فکر میکنم که خوب باشه که من نخ رو بپیچم. تو همین حالتی که گرفتیم نخ رو برمیداریم، یک سر نخ رو از وسطش ببینید از اینجا تقریبا جدا میکنیم و بعد شروع میکنیم رو میپیچیم. این قرقره تو دست منه و از این سمت دارم میپیچم. بعد انقدر بپیچیم که مطمئن شیم این روبان دیگه جاش تکون نمیخوره. حالا این قسمت رو هم من میبندم. فقط خیلی همین رو با فشار نگیرین که این لبه ها جمع نشن. اضافه نخ میبرم و حالا شروع میکنم گره زدن این دوتا نخ به هم. الان من دوتا گره زدم ولی امکان داره باز شه. واسه یه محکم کاری یه دور دیگه هم میپیچم و بعد گره میزنم. حالا دوباره تستش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 خوبه. این سمت 1 2 3 4 5 6 خب این سمتش صداش بلندتر و بمتره، این سمتش صداش یکم گرفته تر و پایین تره. امکان داره صفری که شما میسازین فقط از یه جهت صدا داشته باشه، صدای خوب، هیچ مشکلی نداره. اگر میخواین که صداش بمتر باشه، خب این حفره رو همونجوری که گفتم باید بازتر بکنین که میتونین یک کوچولو توی مرحله از انبردست کمک بگیرین و یک کمی قسمت رو فشار بدین. بعضی وقتا نه، این حفره خیلی بازه و ما خب باید خیلی انرژی بذاریم که صحبت کنیم و یا صدا خیلی بمه، باز دوباره از انبردست کمک میگیریم، لبه ها رو یک کوچولو جمع میکنیم. شاید این تغییری که ما بعد از پیچیده شدن صفیر میدیم یکم صفیر ما رو حتی بدتر بکنه، هیچ اشکالی نداره. من یه موقعی چند بار این صفیر رو باز میکنم و دوباره میبندم تا اون صدایی که میخوام بده. حالا میخوایم نمد رو روش بذاریم. نمد کیفیت صدای صفیر رو بهتر میکنه. کدوم سمت میذاریم؟ همون سمتی که ما صفیر رو وقتی تو دهنمون میذاریم صدای بهتری میده. الان امتحان کنم. خب این سمت صداش بلندتر و شفافتر، همین سمت درسته. من الان نمد رو روش میذارم. نخو میذارم که زیر نمد بمونه و نمد رو میذارم. خب حالا اضافه نمد رو میبرم. در واقع این نمد به سقف دهان میچسبه. باز دوباره نخ رو یه مقداری باز میکنم، از یکم جلوتر شروع میکنم به پیچیدن. باز چند تا گره میزنم. یه گره اینجا. خب
حالا من نمد گذاشتم روش و میخوام با نمد تست کنم. اگه خیس باشه خب خیلی بهتره. همون یه لحظه بذارین توی آب و بردارین و توش فوت کنید، آب اضافیش خارج شه و بعد بذارین تو دهانتون. بذارین یه لحظه. اون سمتش. خب این سمتی بود که من صداشو بیشتر دوست داشتم. برای اینکه علامت بذارم از نخ رنگ دومم استفاده میکنم و این سمت رو یه چند دوری میپیچم که یه نشونه گذاشته باشم. حالا شما میتونید مثلا رنگ کنید، یه نقطه بذارید یا هر نشونه دیگه‌ای که فکر میکنید خوبه. خب این اضافه نخ‌ها اذیت میکنه، از این موچین کمک میگیرم و این اضافه نخ‌ها رو میدم زیر قسمتی که پیچیدیم. اینم از سفیر. دقت کنید میزان کشیدگی روبان و اون حفره‌ای که بین این دوتا صفحه برنجی هست توی جنس صدا و میزان بلندی و پایینی صدا تاثیر میذاره. الان اینجا من 3 تا سفیر دارم که میخوام صداشو شما بشنوید و تفاوتشون رو ببینید. من خیلی با این راحتم و نیاز نیست خیلی انرژی بذارم. البته که این سفیر قدیمی منه و خب سالهاست این روبان بینش مونده، هی من ازش استفاده کردم و روبانش نرم تر شده. این دومی. سفیر رو من تازه ساختم، به نظرم بلندی صداش خوبه، جنس صداش هم یه گرفتگی ریزی داره که من دوستش دارم و بعدی رو میذارم. خب این صداش پایینه و برای اینکه من اون صدای مطلوب ازش بگیرم باید خیلی انرژی بذارم که بتونم باهاش راحت صحبت کنم. این به نظرم سفیر خوبی نیست، ولی دوتای قبلی که یکیش گفتم خیلی قدیمیه و یکیش که تازه ساختم صدای بهتری دارم و به نظرم مناسبه برای اجرا. برای اینکه بتونید یک سفیر با کیفیت بسازید، اول اصلا باید بدونید که چطوری میشه از این سفیر استفاده کرد. اینه که من تو ویدیو بعدی به شما توضیح میدم که چطوری سفیر بزنید. پس ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید. اگرم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید. این حمایت شما باعث میشه که این ویدیو در معرض دید عزیزان بیشتری قرار بگیره. خیلی ممنونم.